سلام دوستان، متن رو بخونین و ببینین میتونین اشتباهاتش رو متوجه بشین یا نه. Yesterday, I go to my friend's house and we talk about many things. He say me that he don't like his job because it's very boring. I was angry with him and I told that he should change his work. آفرین. اولین اشتباهی که وجود داره چون ما از yesterday استفاده کردیم go اینجا درست نیست و go باید بشه went. درسته؟ دوم اشتباهی که وجود داره اینجا friend house نوشته که ما میخوایم مالکیت باید بدیم دیگه به friends. در نتیجه اینجا شکل درستش به این صورته. به این صورت. خب ایراد بعدی که وجود داره سر قسمت many things. اینجا ما بعد many باید جمع بیاریم خب و اینجا جمع آورده نشده. در نتیجه ما یه اسم میدیم many things. اشتباه بعدی که وجود داره he say me that he don't like his job. اینجا چی اشتباهی میتونه وجود داشته باشه؟ ببینین say مفعول غیر مستقیم نمیگیره، بنابراین درستش اینه که شما بگین told. این از این told me. اینم به این صورت رنگش رو عوض بکنیم. He told me that he don't like his job. اینجا چون ما he رو داریم در نتیجه باید فعل کمکیش به صورت doesn't بیاد نه don't. پس درستش اینه. doesn't درسته. He doesn't like his job. خب because it's very boring. اینجا به نظرتون چیه؟ is very boring. اینجا because is اصلا فاعل رو گرفته حذف کرده. باید این باشه because it is very boring. این دومین این چندمین اشتباهه. خب و I was agree اینجا در واقع agree فعل نه صفت. پس ما نمیتونیم بگیم I was agree. شیوه درستش اینه که ما was رو حذف بکنیم. I agree. درسته؟ در نتیجه این روش خط میخوره و این agree دی بهش اضافه داده میشه. I agreed. میام رنگش رو عوض میکنم براتون. I agree with him and I tell that اینجا I tell that he should change his work. جاب طبیعی تر میتونه باشه. change his job یعنی به جای work اگر که ما جاب بیاریم خیلی متن طبیعی تر میشه به این صورت. اینجا هم که اثبات میگرفت. متن‌های بعدی رو من سخت‌تر انتخاب میکنم. خب تا جلسه بعد خدا نگهدار.